این تصاویر با کیفیت ترین و تنها عکس هایی هستند که برای اولین بار از پلوتو و ماه اون در این فاصله نزدیک ثبت کردیم. داستان فضاپیمای نیو هورایزنز که بعد از 9 سال سفر در اعماق فضا تونست به پلوتو و دنیای اطرافش برسه و بعد از رد شدن از پلوتو در قلب کمربند کایپر اطلاعات این جرم عجیب رو برای ما بفرسته. این آلتیما ثولیه، دورترین جسمی که بشر تونسته عکسش رو ثبت کنه. سال 2015 شور و هیجان جامعه علمی رو فرا گرفته بود. تا اون زمان بهترین عکسایی که از پلوتو داشتیم خیلی تار و بی‌کیفیت بودن. حتی تلسکوپ فضایی هابل هم زورش رو زده بود که یه نگاه دقیق تر به پلوتو بندازه. ولی این سیاره کوتوله هم خیلی کوچیکه و هم خیلی دوره. بهترین عکسی که هابل تونست بگیره فقط چند تا لکه تار بود. اما سال 2015 همه چی عوض شد. کاوشگر نیو هورایزنز، دست ساخته نیم تونی بشر، بعد از 9 سال سفر فضایی بالاخره وارد قلمرو پلوتو شد و از کنارش عبور کرد. این اولین باری بود که ما پلوتو و قمرهای اون رو از این فاصله کم و با این کیفیت می‌دیدیم. امروز داستان مأموریت شگفت‌انگیز نیو هورایزنز رو براتون روایت می‌کنم تا بدونیم در این سفر مهیج نیو هورایزنز چه چیزایی دید و کشف کرد. من پژمان هستم و شما دارید کانال پژماکس رو تماشا می‌کنید. اول بذارید یکم اطلاعات کلی بهتون بدم. اگه پلوتو رو نمیشناسید باید بگم که یه دنیای کوچولو و خیلی عجیبه که حتی از ماه خودمون هم کوچیک‌تره. این سیاره کوتوله که قبلا در روش سنتی بهش سیاره نهم میگفتیم در کمربند کایپر قرار داره. یه منطقه پر از خردریزی‌های یخی و سنگی، یعنی شبه سیارک‌ها که دورتر از مدار نپتون پخش شدن. پلوتو اونقدر دوره که یه دور کاملش به دور خورشید 248 سال زمینی طول میکشه. پلوتو در میان اون 9 سیاره به تعریف قدیمی آخرین جایی بود که سراغش رفتیم. ولی چرا اینقدر دیر؟ دلیلش فقط به خاطر فاصله زیادش نبود. قدیما فکر میکردن پلوتو اصلا چیز جالبی برای دیدن نداره. عجیبه که در اون زمان اینطوری فکر میکردیم. خوشبختانه تیمی که پیشنهاد این مأموریت رو داده بودن حسابی پیگیری کردن تا بالاخره ناسا قبول کرد و سال 2006 فضاپیمای نیو هورایزنز رو به فضا پرتاب کردن. هدف اصلی این مأموریت این بود که هرچه سریعتر به پلوتو برسن. برای همین نیو هورایزنز سریعترین پرتاب تاریخ رو داشت. این فضاپیمای کوچولو فقط 478 کیلوگرم وزن داشت و سوارش کردن روی قوی ترین موشک اون زمان، یعنی اطلس 5 که با سوخت کاملا پر شده بود. نیو هورایزنز با سرعت دیوانه‌وار 56,000 کیلومتر بر ساعت فقط توی 9 ساعت از کنار ماه رد شد، در حالی که کاوشگرهای آپولو برای رسیدن به ماه 10 برابر این زمان، یعنی حدود 3 روز در راه بودن. نیو هورایزنز سال 2007 به سیاره مشتری رسید و از جاذبه اون مثل یک قلاب گرانشی استفاده کرد. یعنی از کنارش رد شد و گرانش مشتری مثل تیرکمون از سمت دیگه‌ای اون پرتاب کرد و سرعت کاوشگر رو بیشتر کرد. این کار باعث شد 3 سال زودتر به پلوتو برسه. تیم نیو هورایزنز از این فرصت استفاده کردند و سامانه‌های متفاوت کاوشگر رو تست کردند. تصاویر بی‌نظیری هم از مشتری و قمرهای اون ثبت کردند. بعد از این تست موفق، نیو هورایزنز به حالت خواب زمستانی یا هایبرنیشن رفت. یعنی بیشتر سیستماش رو خاموش کردن تا در طول مسیر طولانی بی دلیل فرسوده نشن و برای قرار اصلی با پلوتو در سال 2015 آماده بشن. دسامبر 2014 تیم کنترل مأموریت دوباره نیو هورایزنز رو روشن کردن و مرحله حرکت به سمت پلوتو آغاز شد. از اون روز به بعد فضاپیما هر روز داشت از سامانه پلوتو عکس میفرستاد. اون روزا برای عاشقای نجوم شبیه خواب و رویا بود. کم کم داشتیم سرنخهایی میگرفتیم که پلوتو چه شکلی میتونه باشه و چقدر با بزرگترین قمرش یعنی شارون فرق داره. هر روز عکس‌ها واضح‌تر و واضح‌تر می‌شدن و کل دنیا داشتن برای اولین بار می‌فهمیدن پلوتو واقعاً چه شکلیه. خیلی زود یه شکل شبیه یه قلب گنده روی سطح پلوتو معلوم شد. 14 ژوئیه 2015 نیو هورایزنز به نزدیکترین فاصلش از پلوتو رسید و در ارتفاع تنها 12500 کیلومتری سطح پلوتو رد شد.
با این حال تیم مأموریت نمیتونستن همون لحظه اون عکسای بی‌نظیر رو ببینن. اولش فضاپیما موقع رد شدن از کنار پلوتو حسابی سر شلوغ جمع کردن اطلاعات و عکس گرفتن بود و نمیتونست چیزی بفرسته. وقتی هم که شروع کرد به فرستادن اطلاعات اونقدر از زمین دور شده بود که سرعت انتقال داده ها خیلی پایین بود، یعنی فقط حدود 1 کیلوبایت در ثانیه. تازه 4.5 ساعت هم طول میکشید تا سیگنال های رادیویی بین فضاپیما و زمین رد و بدل بشه. اما چیزی که فضاپیما دید و کشف کرد واقعا ارزش این همه صبر رو داشت. رشته کوههای یخی عجیب، دشت‌های یخی پهناور، یخچال‌های طبیعی که هنوزم فعال هستن و یه جو خیلی رقیق ولی جذاب. کاوشگر نیو هورایزنز یه نگاه دقیق هم به بعضی از ماه‌های پلوتو انداخت. یکی از اولین چیزهای جالب در مورد پلوتو رابطه عجیبش با قمرهاشه. اولا بزرگترین ماهش شارون خیلی بهش نزدیکه و نسبت به خود پلوتو هم خیلی بزرگه. این نزدیکی و بزرگی باعث شده مرکز جرم مشترک این دوتا، یعنی نقطه‌ای که هر دوشون دورش میچرخن، بیرون خود پلوتو باشه. به زبان ساده این تنها شارون نیست که دور پلوتو میگرده، بلکه هر دوشون دارن دور یه نقطه خالی در فضا میچرخن. دومین چیز عجیب این بود که هر دوشون نسبت به هم قفل گرانشی شدن، یعنی همیشه یه طرف مشخص از پلوتو رو به شارونه و همیشه همون طرف مشخص از شارون رو به پلوتوه. اگه شما روی یکی از اینا بیستید، اون یکی همیشه در یه جای ثابت توی آسمون دیده میشه. این خیلی غیر عادیه، چون معمولاً فقط ماه‌ها نسبت به سیاره‌شون قفل میشن، ولی خود سیاره آزاد میچرخه، مثل زمین و ماه. ما همیشه یه روی ماه رو میبینیم، ولی زمین نسبت به ماه قفل نیست. برای همین ما هر بار ماه رو در نقطه‌های مختلفی از آسمون میبینیم. شارون از نظر قیافه خیلی با پلوتو فرق داره و رنگش خیلی تیره تره. این نشون میده که احتمالاً این دوتا توی یه منطقه از منظومه شمسی درست نشدن و جنسشون با هم فرق داره. بقیه ماه‌های پلوتو، نیکس، هیدرا، کربروس و استیکس خیلی کوچیکن، فقط چند 10 کیلومتر قطر دارن. مدارهاشون تقریباً گرد و صافه و همشون تو همون صفحه‌ای میچرخن که پلوتو و شارون میچرخن. زمین شناسی پلوتو خیلی باحاله. بزرگترین و مشخصترین چیزی که روش میبینیم همون شکل قلب گنده است که وقتی اولین بار دیدیمش همه دنیا حیرت زده شدن. اسم این منطقه بزرگ رو گذاشتن اسپوتنیک پلنیشا. اندازش تقریبا اندازه استان تگزاس تو آمریکاست و رنگ روشنش با منطقه های تیره تر دور و برش خیلی فرق داره. دلیلش اینه که اسپوتنیک پلنیشا یه دشت یخی قورپیکره که بیشترش از یخ نیتروژن درست شده. نیتروژن روی زمین بیشترش گازه، ولی روی پلوتو چون دمای هوا خیلی پایینه، نیتروژن به حالت جامد در میاد و به یخ تبدیل میشه. تو این دما یخ آب مثل سنگ سفت و شکننده میشه. از طرف دیگه یخهای نیتروژنی تو این دما مثل یخهای آبی روی زمین رفتار میکنن، یعنی میتونن مثل یخچالهای طبیعی روی زمین راه بیفتن و حرکت کنن. این حرکت رو مخصوصاً در اطراف و لبه های این دشت یخی میشه دید، جایی که یخ نیتروژن میریزه تو شکاف‌ها و دره‌های کوه‌های یخی اطراف. خود دشت‌های یخی هم پر از شکل‌های چندضلعی گنده روی سطحشون هستن. جالبه که روی این دشت یخی تقریباً هیچ جای برخورد شهاب سنگ‌ها یعنی چاله دیده نمیشه که این نشون میده این منطقه از نظر زمین شناسی خیلی جوونه. احتمالاً کمتر از 10 میلیون سال عمر داره و یا اینکه مدام داره شکلش عوض میشه و بازسازی میشه. این شکل‌های چندضلعی روی سطح اسپوتنیک پلنیشا یه برجستگی‌ها و فرو رفتگی‌هایی دارن که احتمالاً به خاطر فرایند تصعیده. تصعید یعنی وقتی یه چیز جامد مثل یخ به جای اینکه اول آب بشه و بعد به گاز تبدیل بشه، مستقیم از حالت جامد به گاز تبدیل میشه. اینجا یخ‌های نیتروژن مدام تصعید میشن و دوباره یخ میزنن که این باعث میشه گودال‌ها و چاله‌های درست بشه و نشون میده که این شکل‌های چندضلعی احتمالاً دارن حرکت میکنن و مثل یخچال‌های طبیعی خیلی کند به سمت کوه‌های اطراف میرن.
سپوتنیک پلنیشا رو میشه مثل صفحه‌های یخی گرینلند و قطب جنوب روی زمین دونست، چون روی آب و هوای کلی پلوتو خیلی تاثیر دارن. اگرچه هنوز 100% مطمئن نیستیم، ولی به نظر میاد سپوتنیک پلنیشا نتیجه یه برخورد خیلی بزرگ در گذشته باشه. ممکنه زیر این سطح یخی یه اقیانوس آب مایع باشه که چاله ناشی از برخورد رو پر کرده و بعد سطحش یخ زده و این شکل قلب فعلی رو درست کرده. این حوضچه پر شده در واقع باعث شده جاذبه اونجا یه کوچولو قوی تر از جاهای دیگه پلوتو باشه. اینو بهش میگیم بیهنجاری گرانشی مثبت. این دشت یخی دقیقاً اون طرف پلوتوه که به شارون نگاه نمی‌کنه. به خاطر فاصله کم پلوتو و شارون نیروهای گرانشی روی هر دوشون خیلی قویه. برای همین پلوتو و شارون کامل نسبت به هم قفل گرانشی شدن، طوری که همیشه روبروی هم هستن و هیچ وقت پشتشون رو به هم نمی‌کنن. دور تا دور صفحه یخی اسپوتنیک پلنیشا رو رشته کوه غول‌پیکری از جنس یخ آب گرفته که وقتی از زاویه پهلو بهشون نگاه می‌کنیم یه منظره فوق‌العاده بیگانه و نفسگیر دارن. این عکس خاص برای خیلیا از جمله خودم یکی از بی‌نظیرترین عکس‌های فضاییه که تا حالا ثبت کردیم و میتونه حس پا گذاشتن در این دنیای بیگانه و دور افتاده، تنها، تاریک و یخ زده رو برای ما قابل لمس کنه. جنس این کوه‌ها بیشتر از یخ آبه. یخ آب تو اون دماهای فوق‌العاده پایین انقدر محکمه که بتونه کوه‌هایی به ارتفاع چند کیلومتر رو سر پا نگه داره. بین کوه‌هایی که تو پلوتو پیدا شده ممکنه بعضیاشون آتشفشان‌های یخی باشن، یعنی به جای مواد مذاب داغ، یخ و چیزای سرد دیگه مثل آب یا آمونیاک ازشون بیرون میزنه. یکی از جاهایی که خیلی شبیه آتشفشان یخی به نظر میاد رایت مونز هست که حدود 4 کیلومتر ارتفاع داره. این یکی از بلندترین قله‌های پلوتوه و وسطش یه فرو رفتگی گنده شبیه دهانه آتشفشان داره. آتشفشان‌های یخی میتونن باعث بشن سطح پلوتو همیشه جوون بمونه و جای چاله‌های قدیمی رو پر کنن. اینجا یه منطقه خیلی جالب به اسم تارتاروس دورساست. این منطقه پر از تیغه ها یا برجستگی های یخی خیلی خاص به ارتفاع تقریبا 500 متره که سطحش شبیه پوست مار و پوست درخته. دانشمندا فکر میکنن که این ساختار ممکنه بقایای آتشفشان های یخی باشه که قبلا فعال بودن. اگه این درست باشه، پلوتو یکی از معدود جاهای منظومه شمسیه که مثل زمین فعالیت‌های زمینشناسی این شکلی داشته. این تیغه ها حتی روی زمین هم خیلی کمیابن، ولی نمونه‌های کوچیک‌ترشون رو میشه تو بیابون آتاکاما و جاهای خشک و بلند دیگه پیدا کرد. تو پلوتو اینا خیلی بلندترن و جاهای خیلی بیشتری رو گرفتن. فقط میتونیم تصور کنیم که این منظره ها از نزدیک چه شکلی هستن. یه چیز دیگه که تو چشم میزنه اون ماده های تیره رنگیه که به نظر میاد تو بعضی جاها سطح پلوتو رو پوشوندن. بزرگترین منطقه‌ای که این شکلیه کتولو ماکولا نام داره که شکلش همونطور که تو این عکس میبینید مثل یه نهنگ گنده است. این منطقه پلوتو نسبت به اون دشت قلبی شکل چاله‌های برخوردی بیشتری داره که نشون میده سطحش خیلی پیرتره. وسط کتولو ماکولا رشته کوه‌هایی دیده میشه که قله‌هاشون انگار با یه لایه یخ متان پوشیده شده. ظاهراً متان در ارتفاعات بالاتر پلوتو یخ میزنه و جمع میشه. رنگ تیره این منطقه ها احتمالاً به خاطر رسوب موادی به اسم ثولین هستش. یه جور ماده عالی پیچیده تیره و چسبناک شبیه قیر که وقتی نور فرابنفش خورشید به هیدروکربنایی مثل متان برخورد میکنه به وجود میاد. رسوباتی شبیه این رو روی یکی از ماه‌های زحل یعنی ایاپتس هم دیدیم. پس این اتفاق تو جای دیگه منظومه شمسی هم میفته. دانشمندا به محض اینکه عکس‌های نیو هورایزنز رو گرفتن حدس زدن که این ماده تیره ثولینه، ولی اینکه چرا فقط بعضی جاها رو پوشونده یکم گیج کننده بود. سوالی که وجود داشت این بود که ثولین چقدر سریع پخش یا جابجا میشه. آیا پلوتو خیلی وقت این شکلیه یا محیطش مدام داره عوض میشه؟ به نظر میاد که این ثولین ممکنه ربطی به فعالیت آتشفشان‌های یخی پلوتو داشته باشه. پلوتو یکی از معدود جاهاییه که شواهدی از آتشفشان‌های یخی آروم توش دیده میشه که به طور مداوم داره سطح سیاره رو تغییر میده.
تو این فرایند مخلوطی از آب یا آمونیاک و بقیه موادی که راحت بخار میشن از لایه‌های زیرین پلوتو یا از مخزن‌های مایع زیر پوسته به سطح فوران میکنن و شکل‌های مختلفی رو روی سطح ایجاد میکنن. اما معلوم شد که این فوران‌ها تنها از آب تشکیل نشده، بلکه ثولین هم با این مواد قاطی شده. اطلاعات قبلی تلسکوپ هابل نشون داده بود که پلوتو در طول زمان داره قرمزتر میشه و نیو هورایزنز ممکنه درست وقتی از کنارش رد شده باشه که پلوتو در قرمزترین حالت خودش بوده. احتمالاً نیو هورایزنز دلیل این تغییر رنگ مداوم سطح پلوتو رو کشف کرده. اینجا تو منطقه‌ای به اسم وایکینگ ترا یه آتشفشان یخی داریم که شکلش خطیه و این مخلوط آب و ثولین ازش زده بیرون و روی دور و برش اثر گذاشته. درست کنار اون یه چاله برخوردی و یه شکاف هست که انگار با یه فوران دیگه از همین ماده پر شده. میشه دید که این مخلوط چطوری جریان پیدا کرده و روی هم جمع شده. این اتفاق تو منطقه دیگه‌ای به اسم ویرژیل فوسا هم دیده میشه. با این حال جالبترین چیز در مورد ثولین نه روی خود پلوتو بلکه روی قمر دوقلوش شارون پیدا میشه. تو این عکس شارون که رنگاش تقویت شده تا واضح تر دیده بشه، چه چیزی بیشتر از همه توجهتون رو جلب میکنه؟ احتمالاً اون لکه یا کلاهک قرمز رنگ روی قطب شمالش که اسمش موردور ماکولا است. به خاطر جاذبه کم پلوتو وقتی این مواد ثولین دار فوران میکنن به طور غیر قابل باوری مقداری از اون به طور کامل از دست جاذبه پلوتو فرار میکنه و 19,000 کیلومتر اونورتر روی شارون فرود میاد. از اونجایی که پلوتو از شارون نسبت به هم قفل شدن، اون سمتی از شارون که همیشه رو به پلوتوه، ثولین پرت شده از سمت پلوتو روش میشینه و وقتی نور خورشید بهش میخوره واکنش میده و به رنگ قرمز تیره تبدیل میشه. به شکل شاعرانه‌ای انگار پلوتو همیشه قلب یخی خودش اسپوتنیک پرینیشا رو از شارون قایم میکنه، ولی در عوض هر روز یه مقدار از اون مواد قرمز رو به سمت شارون پرت میکنه. شارون بیشترش دنیایی از یخ آبه، برخلاف پلوتو که سطحش بیشتر از یخهای فرارتری مثل نیتروژنه. سطح شارون سفت‌تر و پایدارتره. برای همین شارون مثل پلوتو جو یا اتمسفر درست حسابی نداره، چون یخ آب گرمای خیلی بیشتری میخواد تا تسعید بشه و یه جو دور شارون درست کنه. در اون فاصله دور نور خورشید 1600 برابر ضعیف‌تر از زمینه. برای همین یخهای شارون به این آسونی تبخیر نمیشن. اما در مورد پلوتو داستان فرق میکنه. یخهایی که از گازهایی مثل نیتروژن روی سطح پلوتو درست شدن گرمای خیلی کمتری لازم دارن تا تبدیل به گاز بشن. یخ نیتروژن بسته به فصلهای طولانی پلوتو با سرعتها و حجمهای متفاوتی تسعید میشه. این یعنی غلظت پلوتو میتونه در طول اون 248 ساعت چرخش به دور خورشید خیلی بالا و پایین بشه. احتمالاً قیافه پلوتو در طول یک چرخش کامل به دور خورشید به شدت تغییر میکنه. برای خیلی از دانشمندا یکی از مهمترین چیزایی که نیو هورایزنز تونست کشف کنه این بود که پلوتو جو داره. ما عکسای خیلی شاهکاری از جو پلوتو گرفتیم، مخصوصاً وقتی که از پشت به پلوتو نگاه میکنیم و نور خورشید از توی جوش میزنه بیرون. از اونجایی که پلوتو جرم و در نتیجه جاذبه خیلی کمی داره، جوش میتونه خیلی از سطح سیاره بالاتر بره. در مقایسه با اون جو زمین ما اگرچه خیلی غلیظ‌تر و حجم بیشتری داره، به خاطر جاذبه قوی زمین به شدت به سطح زمین چسبیده. از طرف دیگه فشار هوا رو سطح پلوتو خیلی کمه، حدود 10 میکروبار، یعنی 100,000 تا 1,000,000 بار کمتر از فشار هوا روی زمین. تئوری ها نشون میدن که فشار جو پلوتو ممکنه در فصلهایی که به خورشید نزدیکتره شاید به 18 یا 280 میلی بار هم برسه. این مقدار یعنی 3 برابر فشار هوای الان مریخ و چیزی نزدیک به 1/4 فشار هوای زمین. اما چون این چیزی چطور ممکنه؟ مدار پلوتو خیلی عجیب و نامنظمه، طوری که دورترین نقطه مدارش فوق‌العاده از خورشید دوره و سرد میشه، اما در نزدیکترین نقطه مداریش به خورشید حتی از مدار نپتون هم به خورشید نزدیکتره. این نزدیکی باعث میشه سطح پلوتو گرم بشه و به معنای واقعی پلوتو زنده میشه.
این گرمای بیشتر باعث میشه یخ‌های بیشتری از سطحش تصعید بشن. تو اون حالت هوای پلوتو خیلی غلیظ‌تر میشه. تو اون فشار و دمای بالاتر که البته هنوزم خیلی سرده، شاید شرایط برای درست شدن نیتروژن مایع روی سطح پلوتو فراهم بشه. شاید یه زمانی پلوتو جون گرفته بوده و رودخونه ها و دریاچه‌ای از نیتروژن مایع روش بوده. بعضی شواهد برای این قضیه ممکنه اینجا پیدا بشه، جایی که انگار یه دریاچه یخزده قدیمیه. در هر صورت تنها در 1 سال زمینی انتظار میره که غلظت جو پلوتو به خاطر تغییر فصلها بتونه تا 4 برابر عوض بشه. این تغییرات در مقایسه با جاهای دیگه منظومه شمسی که هواشون معمولاً ثابت تره خیلی زیاده. هوای پلوتو از همون یخهای روی سطحش درست شده. کشف شگفت‌انگیز دیگه نیو هورایزنز در مورد جو پلوتو این بود که این جو تا 20 لایه مه داره. دانشمندا میدونستن که اونجا مه داره، ولی انتظار این همه لایه رو نداشتن. این لایه ها قشنگ تو بعضی عکس‌ها دیده میشه، مخصوصاً اونایی که پلوتو رو وقتی نور از پشتش میتابه نشون میدن و مثل یه حاله نازک لایه لایه به نظر میرسن. تو این عکس میتونیم نور خورشید رو ببینیم که از لابلای یکی از این لایه‌های مه رد شده. سایه‌های بلند کوه‌ها قشنگ در مقایسه با نور خورشیدی که از توی مه تابیده دیده میشه. به نظر میاد این لایه‌ها همه جا به یک اندازه نیستن. مثلا اینجا میتونید این لایه مه رو تو ارتفاع بالا ببینید، ولی اون طرف عکس لایه‌ها خیلی به سطح پلوتو نزدیک‌ترن. این عکس‌ها واقعاً آدم رو تحت تأثیر قرار میده و مو به تن آدم سیخ میکنه. با دیدن این عکس‌ها واقعاً میشه بزرگی و ارتفاع رشته کوه پلوتو رو فهمید. پلوتو تو بعضی از این عکس‌ها تقریباً شبیه یه ماکت یا اسباب بازی به نظر میرسه، چون در مقایسه با اندازه کلی خود پلوتو این کوه‌ها خیلی بزرگ به نظر میان. دلیلش اینه که خود پلوتو خیلی کوچیکه و جاذبه‌اش اونقدر قوی نیست که بتونه کوه‌ها رو با قدرت جاذبه له کنه تا ارتفاعشون کوتاه‌تر بشه. ژوئن 2020 دانشمندا یه مقاله ارائه دادن که شواهد محکمی رو داشت که نشون میده زیر سطح یخی پلوتو یه اقیانوس آب مایع وجود داره، شبیه همون چیزی که در مورد بعضی ماه‌های یخی سیاره‌های گازی مثل اروپا یا انسلادس حدس میزنن. اولش فکر میکردن پلوتو چون خیلی از خورشید دوره باید خیلی سرد شکل گرفته باشه، ولی شواهدی که نیو هورایزنز به دست آورد، مخصوصا اون ترک‌ها و شکاف‌هایی که نشون میده پوسته کش اومده، نشون داد که اینطوری نبوده، بلکه پلوتو احتمالاً از اولش داغ بوده. این یعنی پلوتو احتمالاً همیشه یه اقیانوس زیر سطحش داشته و اگه این درست باشه پس میشه گفت پلوتو هم مثل ماه‌های یخی نزدیکتر به خورشید ممکنه جایی باشه که شاید بشه توش زندگی پیدا کرد، چه حیاتی شبیه اونچه که ما میشناسیم یا حیاتی کاملا بیگانه. واقعیتش اگه پلوتو یه نمونه برای بقیه سیاره‌های کوتوله در کمربند کایپر باشه، پس ممکنه جای خیلی بیشتری اونجا وجود داشته باشه که بتونن میزبان حیات باشن. حالا از کجا میدونیم پلوتو اولش داغ بوده؟ روی سطح پلوتو شواهدی از کش اومدن دیده میشه که نشان از گرم بودنه، نه جمع شدن که نشان از سرد بودنه. یعنی ترک‌ها و گوسل‌های روی سطح نشون میدن که پوسته پلوتو داشته کش میومده و از هم دور میشده. اگه این تفسیر درست باشه و پلوتو موقع درست شدنش داغ بوده، پس یه زمانی پلوتو گرمای کافی داشته تا یه اقیانوس مایع زیر پوسته یخیش داشته باشه. این یافته ها واقعا نگاه تازه‌ای به اینکه چطوری اون اجرام دوردست سامانه خورشیدی شکل گرفتن و تغییر کردن به ما میده. سپوتنیک پلینیشا که تقریبا هیچ چاله برخوردی نداره، ولی عجیبه که بقیه جاهای پلوتو و همچنین سطح شارون هم چاله های برخوردی خیلی کمتری نسبت به چیزی که فکر میکردیم دارن. شاید در کمربند کایپر برعکس اون چه فکر میکردیم اجرامی کمتر و کوچیکتر وجود دارن، اجرامی که نمیتونن چاله های بزرگ درست کنن. پرواز بر فراز پلوتو تنها در عرض چند روز تمام شد و نیو هورایزنز در این سفر بدون بازگشت راهی
عمق کمربند کایپر شد. نیو هورایزنز اونقدر از زمین دور شده بود که وقتی به نزدیکترین سیستم ستاره‌ای به ما یعنی آلفا سنتوری در فاصله 4.5 سال نوری نگاه کرد، متوجه شدیم موقعیت آلفا سنتوری در آسمون نسبت به اون چه ما روی زمین می‌بینیم فرق کرده. واقعا شگفت انگیزه که نیو هورایزنز انقدر از ما دور شده که آلفا سنتوری از دیدگاه اون جابجا شده. اما از طرف دیگه به این فکر میکنم که اگرچه نیو هورایزنز 9.5 سال با سرعت سرسام‌آور در فضا حرکت کرد، نزدیکترین همسایه ما از دید اون تنها چند میلیمتر در آسمون جابجا شد. واقعا که جهان هستی بیکرانه. بعد از رویارویی با پلوتو در سال 2015 حالا نیو هورایزنز وارد ناشناخته ترین منطقه سامانه خورشید شده بود، یعنی کمربند کایپر. اینجا جاییه که بشر هرگز از نزدیک ندیده. ولی آیا تیم نیو هورایزنز شیء دیگه‌ای رو در اون منطقه در نظر داشتن که بتونن بعد از پلوتو به اون سر بزنن؟ خوشبختانه جواب بله است. اونا با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل تونسته بودن یه جسم کوچیک در کمربند کایپر پیدا کنن که سر راه نیو هورایزنز بود. این جسم که بعدها اسمش رو گذاشتن اراکاد به عنوان هدف بعدی مأموریت انتخاب شد و در ویدیوی بعدی این جرم آسمانی عجیب و غریب رو به طور کامل با هم دیگه بررسی می‌کنیم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودید. ممنون میشم که برای حمایت من ویدیو رو لایک کنید. تا دیداری بعد، بدرود.